معاون سروزیر کشور عظیم ابراهیم و هیئت مهمانان ضمن سفر کار جریان کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن سیمین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان دیدن کردند. نخست گروه کاری از مرکز سودای ونج سیتی که از جانب صاحبکار ارزو لشکرов بنیاد شده است دیدن به عمل آورد. بنای مذکور از 3 آشیانه و تخانه عبارت بوده. کارهای سازندگی از ماه می سال 2019 آغاز شده. کارهای ساختمانی را بناکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود مخصوم در آشیانه‌های مرکز دلخواه تجهیزات روزگارداری برای خریداران پیشنهاد شده است. این شد با مبلغ بیش از 2 میلیون و 300 هزار سومانی در مولات کوتاه قامت افراخته به یک گوشه نوباد مرکز ناحیه شهرک راخر حسنی دیگر ضم کرد. معاون سروزیر کشور عظیم ابراهیم و معاون رئیس ولایت انور مشوزاده از شرایط فراهم آورده در داخل انشاءات به صاحبکار برای چنین شرایط سطح بلند حصاری قناعتمندی کردند. حدود بنا و راهروها سفالک‌پوش گردیده در جشن انتظار مورد استفاده قرار داده خواهد شد. این صاحبکار سازنده در آشیانه سیوم بنا مهمانخانه نیز بنیاد کرده است که بعد به استفاده دادن مرکز ونج سیتی 17 نفر جوانان مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان با جای کاری دائمی تامین میشوند. گروه حکومت مملکت در مرکز ناحیه دقت مسئولان ساحه را به انجام بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی در حدود پایدیوار مجسمه نخستین دولت تاجیکان اسماعیل سامانی جلب کرد. هیئت مهمانان ضمن باز مرکز ناحیه ونج از جریان کارهای آبادانی در بینای دوشانه کمیسر حربی ناحیه ونج نیز شناس شدند. فرمایشگر انشاءات ریاست ساختمان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان بوده. با درجه کمیسریت حربی را کارخانه واحد دولتی و ساختمانی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به ذمه دارد. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی از ماه مارس سال 2019 شروع شده امروزها در عرصه انجامیابی قرار دارد. ارزش انشاءات ساخته شونده 1 میلیون و 500 هزار سومانی بوده. در روند ساختمان 20 کس به کار جلب شد. همه اتاقهای کاری کارمندان کمیسریت به طلبات زمان جوابگو بوده. کارهای سبز و خرمگردانی در حدود انشاء در جریان است. در صحن حولی کمیسریت فواره و ایوانچه‌های بالا پوشیده و برای مشق و تمرین کارمندان میدانچه ورزشی نیز بنیاد است. حالا کارهای رنگ و بارکنی و وصل و نصب شیار و آویزه داخل بنا ادامه دارد. بنای کمیسریت حربی ناحیه ونج دارای 14 حجره کاری، مجلسگاه و دیگر انشاءات لازمه را در پی دارد. معاون سروزیر کشور و هیئت مهمانان به مسئولین مقامات اجرایی دولتی ناحیه ونج دستور داد که بناهای حدود انشاءات جشنی را در مهلت کوتاه رنگ و بار و درست سازند تا سیمای این بنا را کاسته نکند. انشاءات دیگری که در روزهای جشن انتظار مورد استفاده قرار داده می شود این شعبه کارهای داخلی در ناحیه ونج است. ساختمان بنای 3 آشیانه شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ونج با مبلغ 5 میلیون و 140 هزار سومانی ساختمانش از آغاز گردید. فرمایشگر بنا وزارت کارهای داخلی به حساب رفته پیمانکار انشاءات جشنی ریاست ساختمان اساسی وزارت به شمار می رود. کارهای ساختمانی را بناکاران کارخانه واحد دولتی ساختمان و وصلکنی رقم 2 وزارت کارهای داخلی به اتمام رسانیده. ضمن بازدید از اتاقهای کاری شعبه کارهای داخلی گروه کاری حکومت مملکت و ساختمانچیان برای تیزانیدن باقی آرایشی دستور گرفتند. ابراز شد که با زحمت شبانه روزی بناکاران ریاست ساختمان اساسی وزارت کارهای داخلی 95% کارها صفت بلند انجام یافتند. حالا باشد کارهای آبادانی صحن بنای شعبه ادامه داشته روزهای نزدیک کارهای گلشینانی و بتونخوابانی در حدود بنا انجام می‌یابد. شعبه دارای کاری بوده، دارای کتابخانه، آشخانه، مهمانخانه و دفترخانه انشاءات برای 100 جای خواب شرایط فراهم آورده می شود. ضمن بازدید گروه کاری حکومت مملکت از روند کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه ونج دقت جدی داده ابراز نمودند که در پرتو سیاست سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سیمای مرکز ناحیه ونج کاملا تغییر یافته به یک شهرک آباد و زیبا مبدل شده است. معاون سروزیر کشور و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و سرپرست ناحیه روشان